سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من مریم هستم و با جلسه 29 آموزش در افزار ماتریکس در خدمتتونم. امروز میخوام در مورد نحوه طراحی انگشتر 5 استونز یا 5 نگین صحبت بکنم که یک انگشتری هست که همیشه توی بازار پرطرفدار، محبوبه به خاطر اینکه به عنوان انگشتر نشان و یا نامزدی ازش استفاده میکنن و یه جورایی اینه که همیشه در واقع مده و همیشه توی بازار هست. اگه موافق باشید با هم دیگه شروع بکنیم. اول از همه ما مثل طراحی اکثر انگشترها میریم سراغ ابزار رینگ ریل. پراجکت رو میبندم تا بتونم پنجره رینگ ریل رو بهتر ببینم. عدد 52 رو به 55 تغییر میدم. این عدد طبق سایز انگشت میتونه تغییر بکنه و فلش سبز رو میزنم و از ابدر میزنم که رینگ ریل در واقع بسته بشه و پراجکت رو باز میکنم. وقتی این کار رو انجام دادیم، این انگشتر 5 استونز 5 تا سنگ در قسمت بالایی و تاپ خودش داره. پس باید بریم سراغ منوی جمز. توی همون طبقه اول، ردیف اول از سمت چپ، اولین ابزاری که ما میبینیم جم لودر هست. کلیک چپ، پراجکت، لیرز، اینفو اند ستینگ و اسنپس رو میبندم تا بتونم این منو رو بهتر ببینم. سنگی که معمولاً روتین هست و برای این مدل انگشتر استفاده میشه سنگ راوند هست. توی منوی سنگ راوند ما 3 صفحه داریم که میتونیم حالا سنگ رو با سایزهای مختلف اینجا ببینیم. طبق سفارشی که میگیریم، طبق طرحی که مد نظرمون هست، میتونیم اون سایز در واقع سنگ رو برای اون انگشترمون مشخص بکنیم. من میرم سراغ صفحه دوم، سکند پیج، و میتونین حالا بین سنگ 4 تا 5 سنگی رو در نظر بگیرید. من حالا فعلا سنگ 4 رو در نظر میگیرم و میرم از نمای لوکینگ داون. دوبار روی آیکون لوکینگ داون کلیک چپ میکنم تا فقط پنجره لوکینگ داون که یک دید از بالا به پایین بهم میده باز بشه. سنگم رو نگاه میکنم. اگه سایزش رو دوست داشتم که تمام، اگه نه کلیک میکنم روش، کلیک چپ تا به حالت انتخاب درش بیارم و میرم سایزی که دوست دارم سنگم باشه رو انتخاب میکنم و به این صورت سایز سنگم از 4 به سایز مورد نظرم تغییر پیدا میکنه. تا اینجای کار. جم لودر رو اگه دیگه بهش احتیاجی ندارم ضرب در میزنم بره. پراجکت، لیرز، اینفو اند ستینگ و اسنپس رو باز میکنم. سنگم رو انتخاب میکنم، میرم سراغ منوی ستینگ. توی منوی ستینگ که حالا یه طبقه بیشتر نداره و میشه گفت که یک ردیف هم بیشتر نداره، از سمت چپ اولین ابزاری که من میبینم هد بیلدر هست. کلیک چپ روش انجام میدم و باز هم باید یه سری از پنجره ها رو ببندم تا راحت تر بتونم این پنجره هد بیلدر رو ببینم. باز هم به نظرم لازم هست که مین منو هم بسته بشه. خب سنگم رو انتخاب میکنم و اینجا براش تعریف میکنم. میگه سنگت کو؟ میگم اینجاست. میرم از نمای پرسپکتیو، روی آیکون پرسپکتیو دوبار کلیک چپ و از این نما میام تغییرات لازم اسکرول از پایین به سمت بالا تا بزرگ نمایی بیشتر بشه و راحت تر بتونم ببینم. میتونید این حالت در واقع هد بیلدر رو حفظ بکنید یا نه برین این قسمت استایلز کلیک چپ انجام بدید. یه سری نمونه های دیگر رو هم براتون تعریف میکنه. میتونید اونا رو انتخاب بکنید. این کاملا سلیقه‌ایه. من میگم نه همین خوبه. یه کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم برای قسمت ریل، نه برای پرانگ، این قسمت ها، این 4 تا پرانگی که ما اینجا میبینیم، چنگی که اینجا میبینیم، ببینید اینجا یه آیکونی داره ادیت، نه این بالا ببینید توی همون پنجره پرانگ سمت پایین سمت چپ کلیک چپ انجام میدم، اون آیکون رو باز میکنم و ما اینجا میتونیم شکل پرانگ رو تغییر بدیم. چون حالا انگشتر نشان هست میتونیم اون رو از حالت سرکل به حالت هارت
یا قلب در بیاریم، میریم پیدا کنیم هارتمون رو. ببینید دو حالت داره. من میگم حالا فعلا همین و این هارت رو انتخاب میکنم، سلکت رو میزنم و به این صورت ببینید پرانگم از حالت سرکل به حالت هارت در اومد. وقتی این کار رو انجام دادم به کمک فلش هایی که دارم یا به کمک آیکون هایی که توی پنجره هد بیلدر هست یه مقدار تنظیمات رو تغییر میدم. حتی تعداد این ریل ها رو هم میتونید تغییر بدید. ببینید اینجا الان 2 ریلز هست. وقتی من یک بار روش کلیک چپ میکنم از حالت 2 به 3 و یک بار دیگه 4 حتی و یک بار دیگه 0 میشه. یه دونه ای میتونه باشه. به نظرم 3 تایی زیباتره. 3 ریلز رو در نظر میگیرم و یک مقدار جابجا میکنم. این فلشی که این قسمت هست برای هد دراپ اون رو یک مقدار میکشونم بالاتر طوری که کل سنگ حالا توی اون فضا بمونه. یه مقدار پایین‌تر و به این صورت تنظیمش میکنم. اگه این قسمت هایت پرانگم، ارتفاع پرانگ خواستم بیشتر باشه میتونم بیارم بالاتر، خواستم کمتر باشه میتونم بیارم پایین‌تر. این کاملا در واقع سلیقه‌ای هست و بهتره که حالا زیاد هم بلند نباشه چون استفاده ازش رو سخت میکنه. به لباس میگیره، حالا به هر چیزی میتونه گیر بکنه و در واقع هم آسیب ببینه و هم کلا حالا استفاده ازش رو سخت‌تر بکنه. این قسمت ببینید حالت دامله داره. من میتونم اون رو یک مقدار تختش بکنم. ببینید پرانگ دام که توی این قسمت آیکون ها توی همون ردیف اول از سمت راست اولیه. این رو میگیرم و یه مقدار اونها رو میکشونم به سمت پایین. میکشونم در واقع این فلش رو سمت چپ و اون حالت دامله بودنش کمتر میشه. وقتی این کار رو انجام دادم به نظرم دیگه لازم نیست تغییراتی رو ایجاد بکنم. اینتر رو میزنم تا تثبیت بشه. میرم از نمای ترو فینگر. کلیک چپ روی کل در واقع سنگ و پرانگش و اون رو میارم بالا قرار میدم. اسکرول از پایین به سمت بالا تا قشنگ بتونم تنظیمش بکنم به این صورتی که مشاهده میکنید. خب یک کار دیگه ای که میشه انجام داد برای اینجا اینه که من کلیک چپ روی جم و پرانگش دیگه هد بیلدر رو نمیخوام، ضرب در میزنم بره پراجکت، لیرز، اینفلوئنس ستینگ، اسنپس، دیسپلی و مین منو. این رو من میتونم چیکار بکنم؟ از قسمت همین ستینگ خب توی همون یه ردیف که داره از سمت چپ چهارمین ابزاری که میبینید پول آبجکت تو ریل هست. پول آبجکت تو ریل میزنم. اول اینو انتخاب میکنم، روی پول آبجکت تو ریل کلیک چپ. به این صورت میرم از پرسپکتیو اسکرول از بالا به سمت پایین نگاش میکنم. به این صورتی که میبینید که کاملا اون آبجکت رو روی ریل تنظیم میکنه و قسمت های اضافیش رو در واقع تریم میکنه و حذف میکنه. این تا اینجای کار. دوباره کلیک چپ آبجکت رو انتخاب میکنم، میرم سراغ منوی ترانسفورم. دیگه با ستینگ کاری ندارم. منوی ترانسفورم توی همون طبقه اول ردیف اول از سمت راست دومین ابزاری که میبینم اری پولار هست. کلیک چپ که قبلا بارها ازش استفاده کردیم. باز هم از نمای ترو فینگر که یک دید از جلو بهم میده. همونجا هستم فعلا. خب میگه سنترت کجاست؟ میگم مرکز. پس کلید FN و F4 رو به صورت همزمان روی کیبورد نگه میدارم تا از مرکز شروع بکنم. باید این سنگ ها رو اول روی کل ری تکرار بکنم، بعد اونایی که نمیخوام رو انتخاب و دلیت بکنم. فعلا ببینیم که چند بار مثلا عدد 16 رو در نظر بگیریم. بریم از نمای پرسپکتیو نگاه کنیم. دوباره تو فینگر آیتمز رو تو قسمت کامند کلیک چپ 15 رو در نظر میگیرم
اسکرول از پایین به سمت بالا. یه بار دیگه 16 رو در نظر بگیریم. همون 16 رو که در نظر گرفتیم اینتر میزنم. میرم از پرسپکتیو نگاه میکنم. ببینم که اینا هم باید کنار همدیگه باشن ولی طوری نباشن که توی همدیگه سنگ ها باشن. کاملا باید چک کنیم. همون عدد 16 اولیه به نظرم عدد مناسبیه. پس تو قسمت کاربرد آیتمز رو میزنید و هر عددی رو که میخواین در نظر میگیرید. این مدل انگشترها هم تو بازار وجود داره که همه در واقع جهاتش سنگ هست. خب این سنگ 2 تا اینور 2 تا اینور رو نگه میدارم، بقیه رو نمیخوام. باید چیکار بکنم؟ انتخاب بکنم. الان این 2 تا هم انتخاب شدن. چیکار میکنم؟ کنترل رو نگه میدارم، اونایی که میخوام بمونه رو روش کلیک چپ میکنم. رینگ ریل هم میخوام بمونه. الان 5 تا سنگ دارم، بقیه رو نمیخوام. و چیکار میکنم؟ انتخاب، دیلیت. روی کیبورد دیلیت رو میزنم. برمیگردم از پرسپکتیو نگاه میکنم. به این صورتی که الان مشاهده میکنید. خب قسمت بالایی انگشتر رو طراحی کردم. الان مونده که این رینگ ریلی که دارم رو یه حجمی بدم. بهتره که از چی استفاده بکنم؟ از پروفایل پلیسر. براش پروفایل تعریف بکنم و بعدش سویپ بزنیم. سویپ 1 چون یه دونه ریل بیشتر نداریم. در مورد سویپ 1 و سویپ 2 هم توی ویدیوهای گذشته به در واقع طرق مختلف و چندین بار اشاره کردیم. میریم سراغ نمای ساید ویو. برای تعریف کردن پروفایل همیشه از نمای کنار یا ساید ویو استفاده میکنیم. رینگ ریل رو که انتخاب کردیم میریم سراغ منوی تولز. توی طبقه اول ردیف اول از سمت چپ دومین ابزاری که میبینیم پروفایل پلیسر هست. کلیک میکنم. پراجکت رو میبندم. لیرز، اینفو اند ستینگ، اسنپس. بله کافیه تا اینجای کار. میگه کروت کو. رینگ ریل رو بهش معرفی میکنم. وقتی این کار رو میکنم منتظر میمونم که پروفایل رو برام تعریف بکنه. اگه حالت پروفایل رو دوست داشتم که چه خوب. اگه دوست نداشتم توی این قسمت پنجره اج پروفایل ادیت نه بالای ادیت خب سمت چپ یه آیکونی دارم. کلیک چپ میکنم و انواع پروفایل ها اینجا تعریف شده. میتونید هر کدوم که مد نظرتون هست طبق سلیقه و سفارشتون هست انتخاب بکنید. من به نظرم حالا این مناسبه. این هم میتونه مناسب باشه. این پروفایل پلیسر 04 و حتی پروفایل پلیسر 01. میتونیم حالا هر کدومی که تمایل داشتیم رو انتخاب بکنیم. من این رو انتخاب میکنم چون میخوام یه نکته رو حالا در انتها بهتون بگم. پس پروفایل پلیسر 04 رو انتخاب میکنم و سلکت رو میزنم. میایم اینجا تنظیماتش رو ببینید 10 میل بود. خیلی زیاده. نهایتاً باید حالا 3 4 دیگه حالا باز هم خیلی پهنه تا حدود 3 خورده‌ای به این صورت در میاریم. و این قسمت چی بود؟ عرض کار بود. ارتفاع کار معمولاً بین 1.5 تا دیگه حد اکثر 2 در نظر گرفته میشه. من 1.78 و اینتر رو میزنم. وقتی این کار رو انجام دادیم پروفایل رو انتخاب میکنم و این پروفایل رو به سمت بالا آینه میکنم. توی همون ردیف رینگ ریل خب ما میرر رو داریم. کلیک چپ میگه استارت آف میرر پلینت میخواد کجا باشه. میگم از مرکز FN و F4 رو به صورت همزمان روی کیبورد نگه میدارم. شیفت رو میگیرم و چیکار میکنم؟ به سمت بالا این رو آینه میکنم. شیفت رو میگیرم که دقیق تر این کار رو انجام بدم. وقتی این کار رو انجام دادم خب من این پروفایل رو میخوام انتخابش میکنم و میریم از نمای ترو فینگر که یک دید از جلو بهمون میده. کلیک چپ روی آیکون ترو فینگر به کمک گامبال که قسمت اینفو اند ستینگ هست که باید فعال باشه اون رو حالا به سمت راست یا چپ میکشونم در ابتدا
و یه مقدار جابجاش میکنم به این صورتی که داریم میبینید. اسکرول از سمت پایین به سمت بالا بزرگنمایی بیشتر بشه و یه مقدار حتی میتونم بهش شیپ بدم به جهت همون پرانک هایی که دارم. خب تا اینجای کار. به این صورت که مشاهده میکنید. به این صورت کاملا باید روی ریل باشه و این پروفایل رو انتخاب میکنم. میرم از پرسپکتیو. اگه سایزش به نظرم بزرگ بود میتونم به کمک گامبال باز هم یک مقدار اون رو کوچیکترش بکنم. اول یک مقدار، بعدش به این صورت. شیفت رو هم حتما نگه دارید و میرم دوباره از ترو فینگر انتخاب میکنم پروفایلم رو و چک میکنم اگه روی رینگ ریل نبود اون رو میکشونم روی رینگ ریل و دوباره انتخابش میکنم و اون رو از نمای ترو فینگر به سمت مقابل آینه. پس دوباره میرر FNF4 شیفت رو نگه میدارم و به این صورت به سمت مقابل آینه میکنم. پروفایل پلیسر رو دیگه نمیخوام، ضرب در میزنم بره پراجکت لیرز سیتینگ و اسنپس باز. بنفش رو میبندم. جم 03 رو هم میبندم. چرا؟ چون من میخوام پروفایل هام رو راحت ببینم و انتخابشون بکنم. ریل رو انتخاب میکنم. میرم سراغ منوی سرفیس. توی همون طبقه اول ردیف اول از سمت چپ اولین ابزاری که میبینم سویپ 1 انتخابش میکنم. میگه که کراس سکشنات کدومه؟ تو قسمت کامند داره ازم میپرسه. میگم این و این. اینتر رو میزنم. جهت فلش ها برای در واقع طراحی هایی که بیشتر از یه پروفایل داره خیلی مهمه. همه باید توی مرکز و یک جهت، همه راست یا همه چپ باشن. الان اینا جهتشون درسته. اینتر رو میزنم و یه پنجره باز میشه. اوکی میزنم. انتخاب میکنم آبجکتم رو. میرم سراغ منوی سالید که در کنار منوی سرفیس هست. کلیک چپ. توی همون طبقه اول فرست فلور توی ردیف اول ببینید از سمت چپ پنجمین ابزاری که میبینم کپ پلانر. کلیک چپ و کارم رو کپ میزنم. به این صورتی که دارین مشاهده میکنید و بنفش رو باز، این رو هم باز میکنم. ببینید اگه بین کارتون، حالا من الان نسبت پرانگ ها ریل هاش به هم نزدیکه، اگه ریل هاتون فضا داشت یعنی که دیده میشد میتونید حتی پروفایل ها رو انتخاب بکنید. خب و FN F6 رو بزنید. بذارید بهتون نشون بدم. حالا بنفش رو میبندم، پروفایل رو انتخاب میکنم، FNF6 رو نگه میدارم به صورت همزمان روی کیبورد. یه پنجره باز میشه. پروفایل کپ رو خب قبلا توی ویدیوهای گذشته در موردش صحبت کردیم. کپ میزنم پروفایلم رو. خب میتونید اجرا بکنید و براش کپ بزنید تا دید بهتری و نمای بهتری داشته باشه. به این صورت بنفش ها رو باز میکنم. خب ویو، ببینید قسمت بالا فایل ادیت ویو کلیک چپ، خط سوم روی استور ویو پورتس کلیک چپ. ببینید دوباره 3 تا در واقع 4 تا پنجره اینجا باز شد. میرم دوباره پرسپکتیو و کارم رو نگاه میکنم. ببینید یه همچین حالتی تا اینجای کار. این الان خودش یه طرحیه و دیگه اصلا لازم نیست تغییری روش ایجاد بکنید. یکی دوست داره که کنارهای کارش رو هم حتی سنگ کار بکنه، میتونه این کار بکنه، خزینه بکنه و سنگ کار بکنه و حالا کاملا میگم این سلیقه‌ایه. یه کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم قبل از اینکه حالا اونو بگم، این لبای کار اگه تیزی داره توی همون منوی سالید، خب توی همون طبقه اولش 2 تا جلوتر از
این قسمت ببینین کپ پلنر ما فیلت اج رو داریم، اون رو میزنیم و این لبه های تیز کار رو که توی ساخت خودش حالا نرم میشه، ولی اگه خواستین برای رندر طرح بهتری رو در واقع ارائه بدین، میتونید اینجا لبه‌هاشو صاف بکنید. عدد حالا 1/10 رو در نظر میگیرم، صرف نقطه 1 رو در قسمت کامنت تایپ میکنم. پس اول فیلت اج رو کلیک چپ، 1/10 رو تایپ، اینتر 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 و به این صورت به نظرم حتی یک بار دیگه فیلت، چون قبلا ازش استفاده کردم آیکون استوری دارمش. اینتر، بله حتی به نظرم 2/10 هم میشه. خب من همون 1/10 رو حالا اینجا فیلت اج رو زدم. یه کار دیگه ای که میتونم اینجا انجام بدم و میتونه حالا کارو جذاب بکنه چیه؟ میرم سراغ منوی کرو. خب توی منوی کرو توی طبقه اولش ردیف دومش از سمت راست اولین ابزاری که میبینم اکسترکت آیزو کرو هست. کلیک چپ میکنم، رنگم رو هم میخوام عوض بکنم از حالت سبز تیره، کلیک چپ روی رنگ قرمز این فرش سفید رو میزنم. اون سطحی که میخوام در واقع کرو بگیرم رو انتخاب میکنم، میگم اینجاست و کاملا روی این خط وسط اسکرول از سمت پایین به سمت بالا تا بزرگنمایی اونقدر زیاد بشه که دقت کار من بالا بره. اینجا اسکیپ رو میزنم. چی کار کردم؟ از این لبه، ببینید این لبه کار یه کرو گرفتم به کمک اکسترکت آیزو کرو، انتخابش میکنم، میرم سراغ منوی ستینگ. خب منوی ستینگ و بید آن کرو که توی همون ردیف اول از سمت راست اولین ابزاری که هست بید آن کرو، کلیک چپ انجام میدم. پروژکت بسته، لیرز، اینفلوئنس ستینگ، اسنپس بسته. میگه کروت کو؟ میگم بیا. وقتی کروم رو براش تعریف میکنم ببینید برای من میاد چی کار میکنه؟ بیدها رو اینجا میذاره یا همون مهره ها رو میاد اینجا میذاره. یه نکته‌ای که میتونم رعایت بکنم چیه؟ چون پروفایل پایین من پهن‌تر بود، بالا خب کوچیک‌تر و باریک‌تر بود، خب به طبع اون حجمی که من اینجا ایجاد کردم و سویپی که زدم بالا خب باریک‌تر و کوچیک‌تره و نازک‌تره. میتونم چی کار بکنم؟ این قسمت تیپر جمز رو فعال بکنم خب و به این صورتی که میبینید در واقع تا میانه کار این رو اجرا بکنم، یه قسمتش بیت‌های کوچیک‌تر تا اینجا که حالا پهن‌تره بیت‌های بزرگتر، بعد این رو به سمت مقابل هم آینه بکنم. این کار رو میتونم انجام بدم یا نه بگم که اصلا برام مهم نیست و میخوام همه یه سایز اصلا باشه. این باز هم میگم کاملا سلیقه‌ایه. میتونید حتی بید هم نذارید، میتونید بید رو روی این قسمت بذارید، سطح بیرونی بذارید، میتونید اینجا رو سنگ بذارید، کاملا سلیقه‌ای سفارشی. حتی میتونید اینجا رو کرف بگیرید و به این صورت که اون کرف ها رو پایپ بزنید و بعدش بولیان بکنید و به صورت یه حالت کبریتی مدل در میاد. اون هم جالبه، میتونید اون کار رو هم انجام بدید که اینا رو پایپ میزنید. خب پایپ حالا اول که کرف میگیرید به کمک آیزو کرف روی این سطح بیرونی و وقتی این کار رو انجام دادید حالا بذارید اگه فرصت شد براتون توضیح میدم و بعدش پایپ میزنید و بعدش بولیان دیفرنس میکنید. اون هم جالبه و طرح زیبایی میده. حالا تو ساخت باید خیلی با دقت بیشتری ساخته بشه. خب من این قسمت تیپر جمز رو فعال کردم. خب کلیک چپ میزنم و روشنش میکنم از حالت 0 به حالت 1 درش میارم. این قسمت میگه که end positionت میخوای چی باشه؟ من میگم که 8 تایپ کرد، انتخابش میکنم 0.8 رو در نظر میگیرم. خب end رو اینجا در نظر گرفته. خب نه همون 1 رو حفظ میکنم.
استارت هم رو از حالت یک رو پاک میکنم، 0.8 رو تایپ میکنم، اینتر میام چک میکنم، 17 رو هم بذاریم امتحان کنیم. 17 نه، همون 18 به نظرم بهتر بود، چیزی که اول انتخاب کرده بودیم. به این صورت خب میرم از ترو فینگر، میخوام ببینم که این دقیقاً وسط باشه که بله هست، درسته. خب از تا نمای در واقع ترو فینگر میتونم چکش بکنم که این دقیقاً توی در واقع میانه کار قرار گرفته باشه و بعدش این رو به سمت مقابل میرر میکنم. این تا اینجا. این بید رو هم حتی یه کوچولو میتونم توتر ببرم. فاصله بین اینها رو هم میتونم در واقع تغییر بدم، کاملا سلیقه‌ایه. ببینید اسپیسینگ، قسمت اسپیسینگ، کلیک چپ، هر عددی که حالا مد نظرتون هست رو در نظر میگیرید و به این صورت به نظرم مناسبه و اینتر رو میزنم. تا اینجای کار ببینید به این صورت من اومدم براش بید گذاشتم، انتخابش میکنم، میرم از ترو فینگر. یک کاری که میتونیم انجام بدیم قبل از اینکه بخوایم این رو به سمت مقابل آینه بکنیم، چون قسمت مرکزی ما بید داریم، این رو اگه به سمت مقابل آینه بکنیم باز هم یه بید روی این قرار میگیره و این ایراد کاره. پس باید چی کار بکنم؟ خب بید آن کرو دیگه نمیخوام، ضرب در میزنم بره پراجکت لیرز ایمپان ستینگ اسنپس باز، کلیک راست روی رنگ قرمز تا همه همزمان انتخاب بشه. کنترل رو نگه میدارم، این کرو قرمزی که گرفته بودم رو در واقع از حالت انتخاب در میارم. میرم سراغ یوتیلیتیز. ببینید مین منو پایینش ما یه سری در واقع آیکون ها داریم و فایل، ویو، یوتیلیتیز. این قسمت ببینید توی همون طبقه‌ای که حالا داریم ردیف دومش از سمت چپ دومین ابزاری که میبینیم آن گروپ هست. آن گروپ رو میزنم و اینها رو از حالت گروپ در میارم. وقتی این کار رو انجام دادم خب دوباره میام کلیک راست روی رنگ قرمز، این رو نمیخوام، اینم نمیخوام توی گروپ اینا باشه. اول که اینا رو آن گروپ کردم، ببینید وقتی آن گروپ رو زدم اینا همه جدا جدا شدن. کلیک راست روی رنگ قرمز، اونایی که نمیخوام در واقع گروپ باشن، یکی این کروه، یکی هم این بیدی هست که توی مرکز قرار داره، اونم نمیخوام. و دوباره ببینید سمت چپ آن گروپ من گروپ رو دارم، گروپ میزنم و اینها به حالت گروپ در اومدن. خب انتخابشون میکنم، میرر، از مرکز FNF4 شیفت رو نگه میدارم، به سمت مقابل آینه میکنم. به این صورتی که دارین مشاهده میکنید. الان من میتونم کل قرمزامو انتخاب بکنم و گروپ بزنم و الان میتونه همه با هم دیگه یه گروه باشن. خب پس قسمت یوتیلیتیز ردیف دوم از سمت چپ گروپ و آن گروپ رو در کنار هم دیگه داریم، گروپ آن گروپ. خب برمیگردم به قسمت کرو. حالا این رو انتخاب میکنم و میرم از ساید ویو که از کناره. پس بیدها رو انتخاب میکنم، میرر، از FNF4 به سمت دیگه کار هم اون رو آینه میکنم. به این صورتی که دارین مشاهده میکنیم. ببینید من به این صورت در بیارم که ببینید کار رو. به این صورت که دارین مشاهده میکنید. برگرده به حالت شیدد. یه نکته‌ای که در مورد این حالتی که پایپ میتونیم بزنیم، خب چون از اکسترکت آیزوکر قبلا استفاده کردم، آیکون استوری دارمش، رنگم رو از قرمز به سبز روشن، کلیک چپ روی رنگ سبز این فلش رو میزنم. خب الان آیزوکروم به این صورته، حالت عمودیه، من میخوام به حالت افقی در بیاد. قسمت کامند تاگل رو میزنم، تاگل. خب این حالتش الان تغییر کرد. یه تعداد اینجا میتونم چیکار بکنم؟ میتونید این قسمت اسنپس
کلیک چپ کلیک چپ کلیک چپ خاموشش کنین و اینجا از نیم به 1/10 تا مانع در واقع کارمون نشه. میتونیم اینجا یه مقدار در واقع تعداد کرو بگیریم و اسکرول از پایین به سمت بالا که بزرگنمایی هرچی بیشتر دقت کارم، تمیزی کارم، ظرافت کارم بیشتر خواهد بود، چون با دقت بیشتری داره چشمام میبینه. به این صورت حالا هر تعدادی که خواستین، یکی میگه کل سطحش رو میخوام، یکی میگه نه فقط همین قسمت بالایی رو میخوام، باز هم میگم کاملا سلیقه‌ای اینتر رو میزنم. خب تا نهایت کار میتونید این رو ادامه بدید، کاملا سلیقه‌ای. کلیک چپ انجام میدم، خب کلیک راست انجام میدم روی رنگ سبز روشن تا همه به صورت همزمان انتخاب بشه. وقتی این کار رو انجام دادم میرم سراغ منوی سالید. توی همون طبقه اول ردیف دوم از سمت چپ اولین ابزاری که میبینم پایپه. اون از حالت ریدیس در قسمت کامن به حالت دیامتر در میارم و عددی رو حالا اینجا که میخوام اون کرف من پایپ بخوره، چون ببینید فاصله‌شون خیلی نزدیکه، زیاد عدد بالایی هم نمیتونیم بگیم. 1/10 رو فعلا میگیم. 0.1 رو در قسمت کامن تایپ کردم، اینتر. بله به نظرم مناسبه. آندو. یک بار دیگه کلیک راست روی رنگ سبز. پایپ چون قبلا ازش استفاده کردم آیکون استوری دارمش. چرا دوباره میخوام اجراش بکنم؟ چون کپش رو از حالت فلت میخوام به حالت راوند در بیارم. کلیک چپ در قسمت کامند روی کپ اون رو از حالت فلت به حالت راوند در آوردم. دوباره 0.1 رو تایپ میکنم، اینتر. به این صورت الان کلیک راست روی رنگ سبز تا همه همزمان انتخاب بشه. میرم از نمای ترو فینگر که یک دید از جلو بهم میده به کمک میرر این بخش ها و کرف های پایپ زده رو به سمت چپ هم آینه میکنم. FN4 شیفت به این صورت. خب میرم سراغ کاترز که یک ردیف بیشتر نداره. از سمت راست بولیان بیلدر پراجکت رو میبندم. لیرز رو هم اول کلیک راست روی رنگ سبز انتخاب میکنم، لیرز رو میبندم و میگه کاترات کدومه، میگم این سبزهای روشن. آبجکتم کدومه؟ آبجکتم این سبز تیره هست. خب چون تعدادش از یکی بیشتره، وان بای وان رو کلیک چپ میکنم، از حالت 0 به 1 در میارم تا فعال بشه و نهایتاً کلیک چپ روی دو بولیان و منتظر میمونم که اجرا بکنم. بعد از اینکه اجرا کرد اون کرف ها رو هم میتونیم انتخاب بکنیم و دیلیت رو بزنیم. لیرز رو چون داره این کار رو انجام میده، لیرز رو زدم، امکان داره باز نکنه. خب لیرز رو باز کردم، کلیک چپ، کلیک راست روی رنگ سبز روشن و همه به حالت انتخاب در میاد و دیلیت رو روی کیبورد میزنم و الان دوباره به حالت پرزنتیشن در میارم تا ببینید. ببینید تا انتهای کار هم میتونید این رو تکرار بکنید. به این صورتی که دارید مشاهده میکنید ما اومدیم یه انگشتر 5 stones یا 5 نگین رو طراحی کردیم و یک مقدار هم حالا بهش یه سری دیزاین های جدید رو هم به کمک بیدز و پایپ دادیم. خب دوستان امیدوارم که آموزش های این جلسه هم براتون مفید واقع شده باشه و براتون پرکاربرد باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که همیشه موفق و درخشان باشید و به امید دیدار.